سلام به همه بیننده های عزیز. ممکنه امروز در حال تماشای مهمترین ویدیو زندگیتون باشین، اما فقط به یک شرط، اینکه اون رو کامل ببینید، چون این ویدیو درباره یک سوال حیاتیه. آیا من در مسیر درست زندگی حرکت میکنم؟ نشانه هایی رو به شما معرفی میکنم که مثل چراغ راهنما مسیر درست رو به شما نشون میدن. مشکل اینجاست که اغلب ما چه در راه راست باشیم چه در کج راه فکر میکنیم داریم درست حرکت میکنیم، اما بعضی‌ها دیر میفهمند. بعضی‌ها مسیرشون اشتباه بوده ولی این رو الان نمیفهمن. وقتی میفهمن که میگن کاش میدانستم. برای جلوگیری از این حسرت، این 9 شاخص رو با دقت در زندگی خودتون بررسی کنید. اینها به شما نوید درست بودن مسیر رو میدهند یا هشدار میدند که باید تغییر جهت بدهید. نخستین و مهمترین چالش این است: آیا در مسیر کنونیتان حتی میان چالش ها آرامش درونی دارید؟ آیا مشکلات را میپذیرید و برای حل آنها تمرکز میکنید یا دچار اضطراب و خودخوری میشوید؟ آرامش عمیق نشانه ایمان به مسیر است. آیا کارهای روزمره تان حتی کوچیک برای شما معنا داره؟ آیا با شوق از خواب بیدار میشید تا اونها را انجام بدید؟ مثلا مثل معلمی که عاشق آموختنه، حتی با حقوق کم. شوق سوخت حرکت در مسیر درسته. تصمیم‌های شما با ارزش‌های قلبیتان همسوست یا در تضاد؟ مثلا اگر صداقت برای شما ارزش است، آیا شغل شما را مجبور به دروغگویی می‌کند؟ تضاد بین تصمیم و ارزش قوی ترین هشدار انحراف از مسیر است. در مسیر درست، آتش یادگیری پایان ناپذیر است. شما مدام می‌خواهید بهتر شوید، بیشتر بدانید و از اشتباهات به عنوان درس استفاده می‌کنید. اگر رشد شما متوقف شده، مکث کنید. آیا می‌توانید بدون نقاب وریا باشید؟ آیا اطرافیان شما را همانطور که هستید میپذیرند؟ روابط سالم و شفاف نشانه محیطی است که در آن رشد میکنید. آیا در تصمیم گیری ها به خیر جمعی هم فکر میکنید؟ کمک به دیگران حتی اگر هم به نفع مستقیم شما نباشد و از آن رضایت اخلاقی عمیقی بگیرید، نشانه اصالت مسیر شماست. آیا بین ذهن، بدن و روح خود تعادل برقرار کرده اید؟ زندگی در مسیر درست یک هارمونی زیبا ایجاد میکنه، نه کشمکش دائمی. آیا حتی رخدادهای سخت را هم به عنوان درس میبینید؟ کسی که شغلش را از دست میدهد و آن را فرصتی برای باز تعریف مسیر میداند، در جاده درست رشد قدم گذاشته است. 2 نشانه طلایی آخر: اول، خدمت به دیگران بدون انتظار که به شما حس سبکی و غنا می‌دهد. دوم، هماهنگی با ندای وجدان. اگر شبها با آرامش و بدون عذاب وجدان می‌خوابید، یعنی در روشنایی مسیر درست گام برمی‌دارید. پس این 9 نشانه را مرور کنید، از آرامش درونی گرفته تا صداقت با وجدان. اگر این نشانه ها در زندگیتون می‌درخشند، مطمئن باشید در مسیر درست قدرتمندانه پیش می‌روید. اگر برخی کم رنگ هستند، این ویدیو هدیه‌ای بود برای بازنگری و تغییر. هیچگاه برای بازگشت به جاده اصلی دیر نیست. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشه. نظرات شما برای من بسیار ارزشمنده. برای من بنویسید کدام یک از این نشونه ها در زندگی شما قوی تره. این گفتگوها به من و دیگر بینندگان کمک میکنه. اگر این ویدیو براتون مفید بود، لایک کنید و اشتراک گذاری اون با دوستانتون و عزیزانتون رو فراموش نکنید. با این کار این چراغ راهنما را به دست کسانی میرسونید که امروز به اون نیاز دارد. عضویت در کانال ما رو هم فراموش نکنید تا همراه هم در این مسیر رشد توانمندتر شویم. از اینکه تا پایان همراه ما بودید صمیمانه متشکرم.